به نام خدا، وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. کارگاه آموزش نگارش مقاله کوتاه نامه به سردبیر با کمک ابزارهای هوش مصنوعی رو در خدمتتون هستیم. همونطور که مطلع هستید، ابزارهای هوش مصنوعی اخیراً در واقع سرعت رشدشون بسیار زیاد هست و هر دوره که کارگاه رو برگزار میکنیم تا دوره بعد کلی مطلب جدید توی این زمینه اضافه میشه. اما به صورت کلی توی این کارگاه سعی میکنیم کلیات مطالب، اون رؤوس اصل مطلبی که شما باید بلد باشین با هر ابزار هوش مصنوعی بخواید کار کنید رو فرا بگیرید. انشالله اینجا به شما آموزش میدیم. من فرزان مددی زاده هستم، دکترای تخصصی آمار زیستی و تحلیل داده های پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارم. دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی یزد هستم و دوره های آمار، روش تحقیق، تحلیل داده های پزشکی و هوش مصنوعی رو برگزار میکنم. دوره هایی که تا الان توی سالیان گذشته برگزار کردیم، هوش مصنوعی توی نگارش آکادمیک رو برگزار کردیم که حالا لینک های اینها در کانال های آموزشی ما که انتهای کارگاه معرفی میشه فعال هست و امکان استفاده از این کارگاه ها وجود داره. نگارش پروپوزال، نگارش انواع مقالات و داوری مقالات رو با هوش مصنوعی کارگاهاشو برگزار کردیم. اما توی این کارگاه اختصاصاً میخوایم بیایم سراغ یکی از مباحثی که هوش مصنوعی کاملاً 0 تا 100 رو میتونه برای شما انجام بده. شاید این سوال توی ذهنتون پیش بیاد که آقا مگه برای بقیه مقالات 0 تا 100 رو نمیتونه انجام بده؟ خیر، برای بقیه مقالات هوش مصنوعی نمیتونه 0 تا 100 مقالات رو برای شما انجام بده، اما برای مقالات کوتاه میتونه در واقع 0 تا 100 اون مقاله رو برای شما انجام بده، به ویژه مقالاتی که مربوط به مرور یک موضوع هست. بنابراین این که اختصاصاً اسم این کارگاه رو به مقالات کوتاه اختصاص دادیم این هست که خب هوش مصنوعی تو این زمینه میتونه در واقع 0 تا 100 رو برای شما انجام بده و ما انشالله تو این کارگاه به شما نحوه انجام اینها رو با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی نشون خواهیم داد. البته قبلش یک معرفی کوتاهی از مقالات کوتاه خواهم داشت و بعد از اون شروع میکنم در واقع راجع به بخش‌های مختلف مقاله و اینکه چطور میشه از ابزارهای هوش مصنوعی در این زمینه استفاده کرد و در انتها هم بحث‌های مربوط به نیتیو کردن و مشابهت یابی و همینطور بحث سرقت ادبی، بحث از بین بردن رد و پای هوش مصنوعی رو به شما آموزش میدم. خب ما اگه انواع مقالات رو بخوایم به صورت کلی ببینیمشون، مقالات یا کوتاه هستن یا مقالات اورجینال و اصیل هستن یا مقالات مروری هستن. مقالات کوتاه همونطور که از اسمشون پیداست تعداد صفحاتشون نسبت به مقالات اصیل و مروری کمتر هست و معمولا 2-3 صفحه هستن و در واقع اون ساختارهای پیچیده مقالات اصیل و مروری رو هم ندارن. بنابراین هوش مصنوعی توی نگارش این دسته از مقالات، یعنی مقالات کوتاه، عملکرد خوبی داره. توی این 2 تا دسته دیگه، یعنی مقالات اصیل، مقالاتی که حاصل کار پایان نامه و کارهای دانشجویی جمع‌آوری داده و تحلیل و اینها هست، کارهایی که در واقع شما برای نخستین بار خودتون اقدام به جمع‌آوری داده و اینها میکنید، هوش مصنوعی توی نگارش مقالات اصیل در واقع میتونه یه بخشایی به شما کمک کنه و نمیتونه 0 تا 100 رو برای شما انجام بده، چون تو مقالات اصیل ما یه بحث ریزالت داریم و باید حتما ریزالتش رو آنالیز کنی بنویسی و همش رو 0 تا 100 رو حداقل یک ابزار هوش مصنوعی نمیتونه برای شما انجام بده. مقالات مروری هم همینطور. مقالات مروری هم ابزارهایی هست که ما تو کارگاه قبلی معرفی کردیم، مثلا معروف ترینش رایت سونیک هست. مقالات مروری برای شما مینویسه ولی تمام جزئیات مقاله مروری، همه چیزی که میخوای، رفرنس های دقیقی که میخوای رو جامع و کامل نداره. تا حدودی نسبت به مقالات اصیل هوش مصنوعی تو نگارش مقالات مروری موفق تره، ولی باز هم در کنارش اون
فرد محقق ما خودش باید ویرایش هایی رو انجام بده و اصلاحاتی رو روی اینها انجام بده تا کامل بشه. بنابراین به طور کلی اگر بخوام یه رتبه بندی کنم، توی نگارش مقالات کوتاه موفق ترین حالتش هست، توی بعد از اون مقالات مروری رو داریم و بعدش توی مقالات اصیل هم توی بخش‌های مختلفی میتونه برای شما کمک کنه. خب حالا مقالات کوتاه همونطور که از اسمش پیداست تعداد صفحاتشون کمه و در واقع باید شما حجم زیادی از مطالب رو به صورت خلاصه توی یک مقاله کوتاه به زبون ساده بیان کنید و در واقع هنر یک محقق این هست که بتونه مقاله طولانی رو، اون مطلبی رو که قرار بوده توی مقاله طولانی بگه رو بیاره و در زبون مقاله کوتاه بگه. خب یه نکته اینجا یادم اومد عرض کنم خدمتون، دوستانی که از اسکای روم دارن چک میکنن، وسط اسکای روم یه دکمه‌ای هست اینجا، این مربع رو اگه بزنید برای شما تمام صفحه میشه و میتونید با کیفیت بهتری مطالب من رو دنبال کنید. پس این وسط این دکمه رو بزنید که انشالله مطالب رو بتونید بهتر دنبال کنید. خب ما توی مقالات کوتاه سعی میکنیم خیلی خلاصه و جامع و کامل یه موضوع رو بیان کنیم و الان با توجه به رشد علم صورت میگیره و خیلی فزاینده هست، محققان ما دنبال این هستن که بتونن مقالات کوتاهی رو بخونن و در عین کوتاه بودن خیلی چیزا یاد بگیرن. اصطلاحاً بهشون میگن مولتی ویتامین، یعنی یه مقاله‌ای که در عین حال که کوتاه هست بتونه در واقع همه اون چیزی که محقق دنبالش هست رو فراهم کنه تو اون حوزه. خب مقالات کوتاه رو اگه بخوایم یه دسته‌بندی داشته باشیم، مقالات ادیتوریال رو داریم، مقالات نامه به سردبیر رو داریم، لتر تو ادیتورها که موضوع این کارگاه در واقع نوع دوم هست، مقالات لتر تو ادیتور، شورت کامیونیکیشن ها رو داریم و مقالات توصیفی یا کیس ریپورت ها و کیس سریز ها. ما توی این کارگاه به این نوع لتر تو ادیتور در واقع تمرکز داریم، ولی خب گریزی هم خواهیم زد به اون نوع که بدونید اونها چی هستن. مقالات ادیتوریال معمولا توسط تیم سردبیر و یا ادیتور مجله نگارش میشن و شبیه همین مقالات لتر تو ادیتوری که میخوایم آموزش بدیم هست، یعنی در واقع در حد 1 یا 2 صفحه یه موضوع رو برای همه خوانندگان مطرح میکنن. خیلی وقتا میان دعوت میکنن از یه فرد سرشناس و کسی که تو اون زمینه خبره هست، میگن آقا مثلا شما که تو زمینه مثلا رادیو داروها معروفیت داری، شهرت داری، بیا برای ما در حد 2 صفحه بنویس که ما چطوری از این رادیو داروها توی درمانها استفاده کنیم، مثلا نقش اینها چگونه هست، عملکردشون چطوری هست. بنابراین این مقالات ادیتوریال هست که بحث کارگاه ما این نیست. ادیتوریال ها هم خب توی 1 تا 3 صفحه تهیه میشن، موضوعشون جدید و چالش برانگیزه، گاهی نیز جنبه یادآوری نکات تهیه مقاله و اینها داره. بنابراین از جنبه هایی که حالا 1 تا 3 صفحه هست و موضوع جدید و چالش برانگیزی هست تا یه حدی شبیه لتر تو ادیتوری هست که توی این کارگاه میخوایم آموزش بدیم. و گاهی وقتا هم نه، مثلا میان به شما میگن که چه نکاتی رو رعایت کنید در نگارش مثلا مقالات سیستماتیک ریویو، چه نکاتی رو رعایت کنید. اینجور مقالات رعایت نکات و یادآوری هم باز از سوی مجله در قالب ادیتوریال ها ارائه میشه. اما نامه به سردبیر یا مقالات لتر تو ادیتور که امتیازی معادل 1/4 امتیاز مقاله اصیل رو دارن، شامل چی میشن؟ معمولا ما 2 جور مقاله لتر تو ادیتور داریم. یکیش این هست که اون محقق ما میاد در مورد یه موضوع جدید یا کاربردی توی حوزه تخصصی خودش میاد یه موضوعی رو مطرح میکنه، نکاتش رو میگه و در واقع کاربرد اون رو میگه و پیشنهاداتی داره ارائه میکنه. برای مثال فرض کنید شما میای میگی آقا من میخوام بگم که مثلا کاربرد هوش مصنوعی مثلا در درمان مثلا پزشکی چطوری هست، مثلا یه درمان خاصی رو میخوام بگیم، مثلا در درمانهای سرطان هوش مصنوعی چه کمکی میتونه بکنه. میاد توی 2-3 صفحه توضیح میده که آقا هوش مصنوعی
میتونه داروها رو به نحوی هوشمند کنترلشون کنه که دارو دقیقاً بره اونجایی که قراره اثر کنه اونجا بره اثر کنه. یا مثلا ابزارهایی که هوشمند هستن میتونن از ابتلا به سرطان جلوگیری کنن. چیز جدید و کاربردی توی حوزه خودتون. یا میگین آقا توی درمان ناباروری مثلا یه روش جدید IVF اومده، این روش چی هست و نسبت به روش‌های قبلی چه تفاوتی داره، چه مزیت‌هایی داره و کجاها نقطه ضعف داره، کجاها میشه استفاده کرد. یا مثلا یه روش جدیدی در درمان بیماری‌های قلبی اومده، شما به عنوان یه فردی که تو اون زمینه هستید میاید و یه دونه لتر تو ادیتور می‌نویسید در حد 3 صفحه توضیح میدید که آقا این روشی که برای درمان گرفتگی عروق اومده نسبت به روش‌های قبلی چه تفاوتی داره و چه مزایایی داره و آخر سر یه جنبندی میکنید که آیا از این روش استفاده بشه یا نه، پیشنهاداتتون رو میگید. پس ما لتر تو ادیتورها رو دو شکل داریم، یکی موضوع جدید یا کاربردی رو توی یه حوزه میگید، دوم این که نوع دیگه مقالات نامه به سردبیر اینه که شما یه مقاله چاپ شده توی مجله و هنوز 6 ماه از چاپش نگذشته. حالا خیلی از مجلات همین 6 ماه هست، اما مثلا داریم به ندرت مجلاتی که تا 1 سال هم دارن، اما اکثرا رو 6 ماه هست. یعنی یه مقاله‌ای که هنوز 6 ماه نیست چاپ شده، اگه داخلش یه ایراد علمی پیدا کردین میتونین در قالب نامه به سردبیر به مجله اعلام کنید. حالا ما توی این کارگاه تمرکزمون به نوع اول هست، یعنی میخوایم به هوش مصنوعی یه موضوع جدید و کاربردی بدیم، بهش بگیم که برامون لتر تو ادیتور تو این حوزه بنویس. بعد که ایشون زحمت کشید نوشت، یه خورده چکشکاریش میکنیم، درستش میکنیم، به قول معروف راستوریستش میکنیم و از ابزارهای هوش مصنوعی برای سرقت ادبی و پاک کردن رد و پا و ترجمهش و پارافریزش و همه اینها میتونیم استفاده کنیم. پس ما تو این کارگاه تمرکزمون به نوع اول هست، میخوایم موضوعاتی رو که جدید هست به هوش مصنوعی بدیم و بگیم برامون لتر تو ادیتور بنویسه. خب حالا بیایم وارد ساختار لتر تو ادیتورها بشیم. ساختار لتر تو ادیتورها این شکلیه که معمولا چکیده ندارن. همونطور که میدونید توی مقالات معمولا یه ابسترکت یا چکیده‌ای وجود داره که جزئیاتی رو مطرح میکنه. توی این نوع از مقالات چون مقاله کوتاه هستن چکیده ازش حذف شده، اصلا خود این مقاله یه جور چکیده هست، پس معمولا چکیده نداره. بین 1 تا 4 صفحه هست که حالا ایدئالش اینه که تو 3 صفحه باشه، حداقل 5 تا منبع ذکر بشه. ایدئالش اینه که آقا 7 تا منبع داشته باشه. نهایتش اینه که آقا زیر 10 تا رفرنس باشه. دیگه بیشتر از 10 تا رفرنس توی یک مقاله کوتاه شما حق ندارید وارد کنید. پس ببینید تعداد صفحاتش 2-3 صفحه بشه، تعداد رفرنساش هم 6-7 تا بشه، این اوکی. مقاله دیگه‌ای که مقاله کوتاه هست شورت کامیونیکیشن. شورت کامیونیکیشن دقیقاً مثل مقاله پژوهشی اصیله، یعنی همه اون قسمت‌های مقاله اصیل رو داره، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، فقط کوتاه شده. پس این هم در واقع جزء مقالات کوتاه دسته‌بندی میشه که جزء کارگاه ما نیست، فقط خواستیم به شما مطرحش کنیم که بدونید همچین مقاله کوتاهی هم هست. ما تمرکز اون روی مقالات لتر تو ادیتور یا مقالات کوتاه هست که حالا در ادامه چند مورد رو با هم سرچ میکنیم، میبینیم که اصلا مقاله کوتاه لتر تو ادیتور چی هست. اول ما باید یه درک درستی از لتر تو ادیتور داشته باشیم و بعد بریم سراغ ابزارهای هوش مصنوعی که چطوری ازش استفاده کنیم. خب در ادامه اون شورت کامیونیکیشن، خب میبینید که شورت کامیونیکیشن اصلا تعداد حجم مقالهش فرق میکنه. حجم مقاله شورت کامیونیکیشن بین 1000 تا 1500 کلمه است، در حالی که ما توی لتر تو ادیتورها معمولا 700 کلمه رو داریم. پس این هم یه تفاوت دیگه این شورت کامیونیکیشن با مقاله لتر تو ادیتور هست. ما توی لتر تو ادیتورها عرض کردم تعداد صفحاتش باید 3 صفحه، مثلا ایدئالش اینه 3 صفحه بشه، رفرنساش ایدئالش اینه 7 تا بشه، تعداد کلماتش هم ایدئالش اینه که 700 کلمه بشه
و جالب اینجاست توی شورت کامیونیکیشن ها شما میتونید 2 تا جدول و نمودار بیاری، اما توی لتر تو ادیتور ها شما فقط اجازه آوردن 1 دونه جدول و 1 دونه نمودار دارید، پس بیشتر از یکی رو نمیتونید بیارید. در مورد نوع آخر مقالات کوتاه هم کیس ریپورت ها و کیس سریز ها، اینا هم در واقع یه سری مواردی هست که بچه‌هایی که الان تو کارگاه بالینی هستن میتونن توی بیمارستان موارد خاص بیمارانی که میبینن رو در قالب کیس ریپورت برای گزارش 1 بیمار و کیس سریز برای گزارش چندین بیمار استفاده کنن، که حالا اینا داستان خودشو داره. توی کیس ریپورت و کیس سریز باید عکسای خیلی دقیق و خوب از اون بیمارایی که حالا زایعه خاصی دارن، یه حالت خاصی دارن، یه بیماری خاصی دارن، تصاویر خوب تهیه بشه و یه گزارش خوب توصیفی براشون نوشته بشه. برای مثال میگن که آقا یه جوان 18 ساله فلان با علائم فلان مراجعه کرده و یه توصیف خیلی خوبی باید داشته باشن برای نگارش در واقع کیس ریپورت ها و کیس سریز ها. باید سن، جنس، قد، وزن، چیزایی که مرتبط کامل بنویسن و نهایتا یه جمع‌بندی هم داشته باشن. حتما هم باید چند تا عکس از زوایای مختلف داشته باشن. پس اینم بحث کیس سریزا و کیس ریپورت ها هست. حالا ما بحثمون روی لتر تو ادیتور ها هست. برای اینکه با لتر تو ادیتور آشنا بشین من میام چند تا لتر تو ادیتور رو به شما نشون میدم. خب تا اینجا سوالاتی که پرسیدین رو من جواب میدم. نوشتن که وضعیت پذیرش ژورنال ها برای مقاله نامه‌بسرده‌ای با وجود ابزارهای هوش مصنوعی چطور است؟ ببینید شما اگر اون مواردی که تو این کارگاه آموزش میدم همه رو رعایت کنین هیچ مشکلی ندارید. اگر نه فقط صرفاً خروجی هوش مصنوعی رو همون رو بردارید ارسال کنید، بله، چون ابزارهای چک کردن هوش مصنوعی هست دچار مشکل میشید. اما با مواردی که تو این کارگاه به شما یاد میدم هیچ مشکلی نخواهید داشت. خب صدا و تصویر رو کمه داشتید دیگه، درسته؟ مشکلی ندارید؟ مقاله کوتاه به سرده روی مقاله چاپ شده. بله اینم عرض کردم که مقاله کوتاه لتر تو ادیتور 2 جور هست. یکی میتونی ایده جدید مطرح کنید و یکی این که شما یه مقاله که چاپ شده بیایید و روش اظهار نظر کنید، که اونم عرض کردم شرایطش اینه که 6 ماه از چاپش نگذشته باشه. خب سوال دیگه رو نمیبینم. اگر سوالی از قلم افتاده مجددا کپی کنید پایین تا من ببینم. خب الان صدا و تصویر هست، اوکی، مشکل نیست. خب سعی کنید کارگاه ها رو برای اینکه خودتون یاد بگیرید شرکت کنید، خیلی درگیر گواهی نباشید. چشم، گواهی هم برای اونهایی صادر می شود که تکلیفی که توی این کارگاه ارائه میشه رو دقیق انجام بدن و به آدرس ایمیل که آخر کارگاه معرفی میکنم ارسال کنن. همه کسایی که این فرایند رو انجام بدن بهشون گواهی تعلق خواهد گرفت. بنابراین حضور توی کارگاه علانی الزامی نیست، اما انجام تکلیف الزامیه. اگر تکلیف رو انجام بدید انشالله گواهی هم براتون صادر میشه. حالا تکلیف چیه؟ از همین هوش مصنوعی یه مقاله تهیه میکنید و به آدرس ایمیلی که انتهای کارگاه مینویسم میفرستید. چیز خاصی هم نیست. خب حالا بیایم سراغ این که اصلا این مقالات رو چجوری پیدا کنیم. بیایم توی گوگل اسکالر. اگر تصویر من صفحه من رو دارید همراه من میتونید سرچ کنید دیگه. توی گوگل اسکالر لتر تو ادیتور رو ببینید. اولش میتونید حتی فارسی سرچ کنید. فارسی سرچ کنید نامه به سردبیر که قشنگ مسلط بشید. بعد میریم انگلیسی سرچ میکنیم، هیچ اشکالی نداره. ببین یه مقاله نامه به سردبیر توی مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه چاپ شده. از محتواش، یعنی از همین چیزی که داره اینجا نشون میده، مشخصه که این مقاله از نوع دوم هست، یعنی از نوع مقالاتی هست که اومده و روی یک مقاله چاپ شده ایرادات رو گرفته نوشته. پس این از اون نوع هست. این نوع الان مد نظر ما توی این کارگاه این نوع نیست. منتها برای اینکه شما تفاوتش رو بهتر درک کنید میتونید اینجا این رو باز کنید و ببینید که تعداد صفحاتش کوتاست و ایراداتی که از اون مقاله گرفته رو نوشته. بیایم پایین‌تر. این یکی هم میتونیم باز کنیم. ببین مثلا این یکی هم هست. ببینیم اینا از چه نوعی هستن.
ببین این یکی که از نوع دوم بود اومده نوشته که آقا توی لتر تو ایدیتورش نوشته که آقا یه مقاله توی مجله شما تو فلان صفحه فلان ایشو چاپ شده، موضوعش این بوده، حالا ایراداتش ایناست. ایراداتش رو نوشته که آقا ببخشید عذر میخوام. خب نوع تحقیق رو مثلا گفته ایراداشو گرفته، متدولوژی ایراد گرفته، گفته نوع مطالعه رو مثلا تحلیلی بیان کرده با اینکه مثلا فلان بوده، یا مثلا تو روش کارش فلان نوشته فلان ایراد داشت. اگه اینو دانلودش کنم ببینید خیلی مقاله دارای طول تفسیر زیادی نیست. این مقاله 1 صفحه است. ببین 1 صفحه نوشته 3-4 تا هم رفرنس. این از کدوم نوعه؟ این از نوعی که روی یه مقاله که ایراد داره شما روش میتونید در واقع ایراداتشو ببینید. این از اون نوع. این الان مد نظر ما نیست. ما میخوایم بیایم توی مقالاتی که در واقع نامه به سردبیرن، یعنی اومدن یه موضوع جدیدی رو مطرح کردن و در موردش توضیح دادن. الان یکی که آقای دکتر عزیزی نوشتم من بازش میکنم ببینیم این چطوری هست. خیلی کوتاه در مورد رشد معنویت و دین در کودکان اومده توضیح داده و حجم مقاله‌اش هم ببینید رفته تا 8 صفحه. این ایدئالش این بود که تا 3 صفحه بره. این مقاله عملاً به خاطر وجود این پینوشت‌ها حجمش زیاد شد. بیایم سراغ یکی دیگه که استانداردتر باشه. حالا تو مجلات فارسی بعد اون مجلاتی که خیلی خوب هستن رو از روی همین مقالاتشون شناسایی کنیم. اون مجلاتی که خیلی خوب هستن معمولاً توی مقالاتشون هم سختگیری لازم رو دارن و اینجوری نیست که مقاله لتر تو ایدیتورشون 8 صفحه باشه. پس بیام باز هم نگاه کنم نامه به سردبیرایی که چاپ شده، معمولا تو سالهای اخیرم بزنم ببینم چیزی چاپ شده. ببین مثلا یه مقاله اینجا چاپ شده اومده یه موضوعی رو مطرح کرده راجع به تفاوت مطالعات مروری و سیستماتیک گفته. مقاله‌ش هم این هست. باز کنیم با هم ببینیم. یه سری نکات جدید احتمالا این دوستانی که این رو نوشتن احتمالا رشتهشون هم مرتبط هست، یعنی متدولوژی رشتهشون اومدن و یه سری نکاتی رو راجع به این عنوان تفاوت مطالعات مروری روایتی و مروری سیستماتیک گفتن. اومدن و در واقع از اینجا شروع شده مقالهشون. ببین مقاله از اینجا شروع شده، اون قسمت‌های قبلی ترجمهش هست. کل مقالهشون ببین 1 صفحه و بقیش هم رفرنس هاشون و این چیزای دیگه است. پس ببین توی مجلات فارسی تا حدودی استانداردهایی که عرض کردم رعایت شده، ولی حالا 100% نیست. توی مقالات انگلیسی توی مجلات انگلیسی خیلی خوب رعایت شده. پس تو مقاله کوتاه ما عملاً باید بیایم یه موضوعی رو که چالش هست مطرح کنیم، یه موضوع جدید رو مطرح کنیم، یه موضوعی که مد نظر علاقه‌مندان. مثلا ایشون نوشته چالش های آینده، حالا اهدای عضو و پیوند. اینم بازش کنم با هم ببینیم. خب متن کاملش رو بگیرم. این تقریبا رعایت کرده، 3 صفحه است، چکیده هم نداره. ببینید این چیزایی که عرض کردم مثلا تا حدود رعایت کرد. بعد مقاله شون رو ببینید، در حد 2 صفحه مقاله نوشته، تعداد رفرنس هاشون هم زیر 10 تا هست. این الان تقریبا به اون استانداردی که توی اسلاید عرض کردم نزدیک. خب حالا اگه همینو شما از هوش مصنوعی بپرسید مقالهش رو کامل براتون نگارش میکنه. پس ما توی این کارگاه میخوایم به شما یاد بدیم که مقاله کوتاهی که در حد 3 صفحه باشه از هوش مصنوعی کمک بگیریم براتون نگارش کنه، بعد خودتون مرتبش کنید، یه دست در روش بکشین اصطلاحاً و چیزی کم و کرسی داره اضافه کنید و نهایتاً اون فایل اصلیتون رو برای مجله سابمیت کنید. نمیخوام این سوء تفاهم توی ذهنتون شکل بگیره که هوش مصنوعی قرار نیست کاملا جای شما بشینه مقاله بنویسه. هوش مصنوعی قراره به شما کمک کنه که سریعتر مقالتون رو نگارش کنید. پس اگه این رو بهش بدین حتما یه درفتی به شما میده، اون درفت رو یکم اصلاحش میکنید، کاملش میکنید و برای مجله ارسال میکنید. معمولا توی رفرنس دهی ها هوش مصنوعی خیلی خوب عمل نمیکنه، یعنی رفرنس های خوب و جدید و عالی و درجه 1 به شما
نمیده. باید رفرنس ها رو خودتون چک کنید و در زمینه همه جانب بودن مطلب هم شما میخونیدش. اگه چیزی از قلم افتاده شما به اون مطلب اضافه میکنید. خب تا اینجا ببینم سوالی هست. سامانه قطع شده موقع بیان روش یا روش انجام تکلیف. سامانه قطع شد. خب من یه بار دیگه عرض کنم آخر کارگاه انشالله بعد از اینکه شما این مهارت ها رو یاد گرفتین یک دونه مقاله نامه به سردبیر با هوش مصنوعی می نویسید، برای ایمیلی که براتون قرار میدم ارسال میکنید. از این طریق هم گواهی رو دریافت میکنید، هم اون مقاله‌ای که نوشتید رو بنده به عنوان مدرس مطالعه میکنم، مشکلاتش بهتون میگم، برطرفش میکنین، اصلاحش میکنین و نهایتاً برای مجله‌ای که بهتون معرفی میکنم ارسالش میکنید و حاصل این کارگاه هم براتون گواهی خواهد بود، همین که مقاله‌ای هم خواهید داشت. پس در واقع یک تیر و دو نشون هست. اکسپت مقاله هم باید فرایند طبیعی خودش رو بره دیگه. از نظر امتیاز چقدر امتیاز داره؟ 1/4 امتیاز مقاله اصیل رو داره دیگه. توی مجلات علمی پژوهشی ISI، اسکوپس، توی هر کدوم از اینها میتونید در واقع انتشار پیدا کنید. بنابراین اصلا اگر مواردی که عرض میکنم رعایت کنید انشالله توی مجله اسکوپس، پابمد و ISI پذیرش خواهید داشت. و اگر فارسی ها رو انتخاب کردید مجله علمی پژوهشی ها و حتی انگلیسی هایی که اگر موضوعتون خیلی موضوع سطح پایینی بود مجلات علمی پژوهشی. ولی نگران نباشید انشالله مواردی که بهتون یاد میدم و همه رو انجام بدید جای خیلی خوبی میتونید چاپ کنید. تکلیف رو آخر سر یه آدرس ایمیل اینجا می نویسم و برای اونجا ارسال خواهید کرد. خب دیگه سوالی نیست، بریم سراغ ادامه مطلب. خب سوالی نیست، بریم سراغ ادامه مطلب. حالا بریم چند تا لتر تو ادیتور انگلیسی با هم ببینیم. همونجا سرچ کنید لتر تو ادیتورها. من اصلا میتونم لتر تو ادیتورهایی که اخیراً دانشجوهای بنده نوشتن و مثل شما الان خیلی ناامید تو کارگاه شرکت کرده بودن، فکر کردم مثلا حالا قرار نیست نتیجه اون چیزی بشه، بخوام بهتون بگم. ببین مثلا این یکی از مقالات هست، ببینید که توی مجله برن چاپ شده. این در مورد چیه؟ Medication Management in Burn Patient، مدیریت در واقع داروها توی بیماران سوختگی هست. که نویسنده اون از همکاران داروساز اون هست. پس در واقع توی نوشتن مقاله در واقع نگران نباشید. انشالله مواردی که میگم رعایت کنید میتونید در واقع توی یک مجله خوب مقالتون رو چاپ کنید. که الان این مجله جز مجلات Q1 هست و برن در واقع جز مجلاتی هست که اگه شما توی سامانه مجلات یعنی منبع یاب رو اگه سرچ کنید اینجا میتونید در واقع اطلاعات مجلات رو به خوبی ببینید. ببینید این برنزی که این فراگیر اون در واقع توش چاپ کرده Q1 هست. پس ببین ایمپکتش هم هست 3 خورده. بنابراین به هیچ شما نگران این که وقتتون تلف بشه یا اینکه خدای نکرده تو این کارگاه چیزی یاد نگیرید و دست خالی برید نباشید. انشالله اگر مواردی که عرض میکنم خوب رعایت کنید، بازخوردایی که بهتون میدم و انجام بدید، مقالتون قطعا توی مجلات خیلی خوب چاپ میشه. خب حالا بریم با هم چند تا لتر تو ادیتور انگلیسی با هم ببینیم. مثلا این یکی هم یه دونه لتر تو ادیتوره. ببینید در مورد تخلیه اضطراری توی بیمارستان ها نوشته شده و مجله که اومده چاپش کرده خود مجله اومده یه چکیدن براش گذاشته. این کار خود مجله کرده.
دیگه بیام در واقع چیزایی که هست رو نشونتون بدم. اهمیت کمک‌های اولیه در بیماران سوختگی. این بازش کنم ببینید شما اصلا لتر تو ادیتور چند صفحه بوده و چند تا رفرنس خورده. ببینید این لتر کلا چند صفحه است؟ 2 صفحه است. در مورد اهمیت کمک‌های اولیه توی بیماران سوختگی گفته شده. خب ساختار لتر به چه صورت هست؟ معمولا توی لتر ما باید یک پاراگراف مقدمه بگیم، یک پاراگراف مقدمه یعنی که آقا راجع به کلیدواژه‌های اصلی که توی عنوانتون هست صحبت کنید. الان کلیدواژه‌های اصلی ایشون چیه؟ کمک‌های اولیه هست و بیماران سوختگی. بنابراین کلیدواژه‌هایی که ایشون میخواد صحبت کنه راجع به کمک‌های اولیه و بیماران سوختگی. پس ایشون اومده با سوختگی شروع کرده و مشکلاتی که ایجاد میکنه و بعد اومده ورود کرده به کمک‌های اولیه. خب حالا اگه من بخوام ساختار لتر تو ادیتور رو برای شما بهتر ترسیم کنم، باید اینجا این تخته رو فعال کنم. اینجا ببینید ما توی یک لتر تو ادیتور معمولا 4 تا پاراگراف رو باید داشته باشیم. سوالتون خانم کارزار جواب میدم، فقط بذارید من این رو توضیح بدم، بعدش انشالله سوال شما رو جواب میدم. ما توی لتر تو ادیتور 4 تا پاراگراف رو حتما باید داشته باشیم. پاراگراف اولمون که من با P1 می نویسم راجع به کلیدواژه‌های اصلی عنوان باید یه توضیح بدی. مثلا اگه عنوان در مورد مثلا سرطان پستان هست، باید بیا آقا راجع به سرطان پستان توضیح بدی. این چی هست، چه جوریه، مکانیزمش چیه فلان. اگه در مورد مثلا داروهای خاصیه، باید داروها رو بگی. الان ایشون در مورد سوختگی بود، اومده بود سوختگی رو توضیح داده بود و کمک‌های اولیه هم کلیدواژه بعدیش بود. پس سوختگی و کمک‌های اولیه رو یه تعریف کلی تو پاراگراف اول میدی. اما توی پاراگراف‌های دوم و سوم چی بنویسیم؟ پاراگراف‌های دوم و سوم رو اصطلاحاً بهشون میگن پاراگراف بادی یا پاراگراف بدنه مقاله. یعنی آقا شما هر چی که تو عنوانت ادعا میکردی باید تو این 2 تا پاراگراف بگی. ایشون الان توی عنوانش اومده بود در مورد اهمیت در واقع و حالا مشکلاتی که کمک‌های اولیه داشتن، موانعی که وجود داشته گفته. پس باید توی پاراگراف‌های دوم و سومش عملاً به اینها اشاره کنه. پاراگراف‌های دوم سومش عملاً اومده راجع به اینها استفاده کرده، مطالبشو گفته. حالا شاید بپرسید بگید آقا من مطالبم از 2 تا پاراگراف اگه بیشتر بود چیکار کنم؟ اشکالی نداره، شما میتونید این پاراگراف بادی یا این وسط رو حتی 3 تا پاراگراف هم بنویسید. کلا 700 کلمه باید باشه. اما پاراگراف آخرتون، ببین من شماره پاراگراف نمیدم به این. پاراگراف 4 میتونه باشه، 5 میتونه. پاراگراف آخر. پاراگراف آخر شما باید جمع‌بندی باشه. چرا نوشتم پاراگراف آخر ننوشتم پاراگراف 4؟ چون یکی ممکن آقا مطالبی که میخواد بگه بیش از 2 تا پاراگراف بشه. اینجا میتونه چند تا پاراگراف بگه، اشکالی نداره. اما حداقل ساختار یک مقاله لتر تو ادیتور اینه که 4 تا پاراگراف رو داشته باشه. پاراگراف مقدمه، پاراگراف دوم و سوم راجع به اصل اون مطلبی که میخواد بگه، پاراگراف آخر هم یعنی 4م هم جمع‌بندی. پس شما میتونید حتی بیشتر از 4 تا پاراگراف هم بنویسید، اما تعداد کلماتتون در کل این پاراگراف ها نباید بیش از 700 کلمه باشه. پس اینو حواستون باشه که 700 کلمه نهایتا شما حق دارید که اینجا بنویسید. بنابراین پاراگراف آخر شما باید حتما جمع‌بندی باشه. هر چی که گفتی باید جمع‌بندی کنی. معمولا پاراگراف آخری که جمع‌بندی هست با عبارت in summary, in nutshell, in short یه چیزی می‌نویسی که آقا خواننده بفهمه که آقا شما دیگه داری جمع‌بندی می‌کنی. پس ایشون اومده نوشته in summary. نگاه کنید این پاراگراف در واقع پاراگرافی هست که ایشون دیگه جمع‌بندیشو انجام داده. پاراگراف قبلش یعنی از اینجا تا قبل از پاراگراف 1، یعنی پاراگراف 1 که اینجا تموم شده، از اینجا بهش میگن بادی این مقاله. یعنی هر چی میخواسته بگه توی این وسطا باید بگی و آخرش یه جمع‌بندی کنی. این چیزای آخری هم که انتهای مقاله می‌بینید اینا رو مجله گفته اضافه کردیم، مثلا کاری به اینا نداشته باشید.
کل متن مقالش همینه. این از اینجا شروع شده. حالا مجله نو فونت ریز کنار هم 2 ستونه گذاشته، ولی روی فایل وردش تقریبا 2 صفحه است، 2 صفحه خورده ای. بنابراین شما باید توی 3 صفحه اصل مطلب رو بگید. حالا یه سوالی اینجا پرسیدن، از کجا متوجه شیم موضوعی که انتخاب کردیم موضوع جدیدی هست؟ خب معمولا تو هر رشته‌ای موضوعات جدید رو یکی از راه‌های دونستنش اینه که آقا از اساتید اون رشته میپرسید. دومیش اینه که آقا توی ISI سرچ میکنید، هات تاپیک ها رو نگاه میکنید. توی گوگل اسکالر میای سرچ میکنید اون موضوعی که خیلی سایت خورده یا موضوعی که توی سالهای اخیر مقالات زیادی در موردش اومده، اون موضوع نشون دهنده یه موضوع جدیده. بنابراین پیدا کردن موضوع جدید لزوماً یا از طریق جستجو در پایگاه‌های علمی یا از طریق پرسش از اساتیدی که تو اون رشته هستن. چالش هایی، مثلا اگه شما پزشک هستین توی بیمارستانتون داره روی بیمارانتون یه چالشی پیش اومده که تا الان تو کتاباتون نداشتید یا حتی اصلا داشتید، یعنی لزوما نباید اینجوری باشه که یه موضوعی مطرح بشه که کاملا جدید باشه که تا الان نباشه. نه، خیلی وقتا یه موضوعی به درستی تبیین نشده و شما میتونید اون موضوع رو بیاید در قالب لتر حرف جدیدی براش دارید یا میتونید ساده تر بیانش کنید بیاید و اون رو لترش کنید. الان لتری که مال اون دوستمون بود که اومده بود در واقع نوشته بود مثلا اهدای عضو و پیوند، چالشاش و ایناش، این که موضوع خیلی جدیدی نیست، اما زاویه‌ای که ایشون نگاه کردن، زاویه دیدیشون مهمه. موضوعی که ایشون مطرح کردن از یه زاویه دیگه بود. یا مثلا اون مقاله فارسی که پیدا کردیم راجع به اون دوستی بود که اومده بود نکات مقالات مرور روایتی و سیستماتیک گفته بود، مگه این موضوع جدیدیه؟ نه، عرض کردم لزوما موضوع جدید نباید باشه. یه وقتا یه موضوعی میبینی در موردش ابهام وجود داره، میتونه در واقع یک چیزی باشه که شما خلاصه اون رو بیان کنید و افراد زیادی ازش استقبال کنن. یا مثلا مدیریت داروها توی بیماران سوختگی، مگه شما فکر میکنید تا الان چیزی در موردش وجود نداشته؟ قطعا وجود داشته، اما این چیزی که در واقع این پژوهشگر اومده گفته یه چیزی بوده که خودش به اون قبلی ها یه چیزی اضافه کرده، یا یه جمع‌بندی چند تا مطلب تو چند تا کتاب مختلف رو توی این 3 صفحه آورد. بنابراین شما میتونه لتر تو ادیتورتون حتی جمع‌بندی یه موضوع توی چند تا کتاب نوشته شده شما توی لتر جمع‌بندیش کنید. 700 کلمه توی 4 تا پاراگراف، 3 صفحه و کمتر از 10 تا منبع داشته باشه. بله. خب لتر تو ادیتورها سایتیشن هاشون چطوری هست بچه‌ها؟ لتر تو ادیتورها اگر موضوع جدید و خوبی رو مد نظر قرار داده باشی معمولا سایتیشنش هم خوب میخوره. بنابراین فکر نکنید که حتما باید وقت بذارید یه مقاله اصیل بنویسید. اگه یه موضوع کاربردی خوب بنویسید که اون موضوع مورد توجه پژوهشگران قرار بگیره، قطعاً سایتیشن اون هم خوب میشه. ببینید مثلا این مقاله رو من سال 2020 با کمک دانشجوم نوشتم، 60 تا خورده. ولی مقاله دیگه هست که همین سال اخیر نوشته، این سال 2021 نوشته شده، فقط اومده مثلا یه موضوعی رو برای پژوهشگرا جزئیاتش رو گفته، این هم مثلا 46 تا سایت توی 2021 خورده. اما مقاله بوده که خیلی از این بهتر بوده ولی کوتاه نبوده، سایت نخورد. یا مثلا 2023 نگاه کنید، این مقاله اومده 2023 چاپ شده، 36 تا سایت خورده. پس موضوعی که شما انتخاب میکنید اگر موضوعی باشه که اصطلاحاً میگن مشتری داشته باشه، اصطلاحاً پژوهشگرای دیگه اینو دوست داشته باشن این مقاله رو بخونن، دوست داشته باشن بدونن نکاتشو، شما اونجا موفق شدید و لترتون قطعاً سایت خیلی خوبی میخوره و حتی تو پذیرش لترتون همین موضوع تاثیر داره. باید موضوعی رو انتخاب کنید که جذاب باشه، موضوعاتی که برای افراد دیگه در واقع جذابیت داشته باشه. شما باید همه تلاشتون اینجا بذارید که موضوعی رو انتخاب کنید که موضوع داغ و جذابی باشه. و حتی توی موضوعتون هم میتونید از هوش مصنوعی مشورت کنید، بنویسید آقا داغ‌ترین موضوع توی رشته فلان الان چیه، 4-5 تا موضوع براتون معرفی میکنه. پس ببین توی
اینکه داغ‌ترین موضوع چیه میتونی از هوش مصنوعی هم بپرسی. حالا هوش مصنوعی کل کارهایی که تو بحث مقاله نویسی میتونه برات انجام بده رو من برات نوشتم. میتونه عنوان تو تنظیم کنه. گاهی وقتا یه موضوعی تو ذهنت هست اما عنوان قشنگی نیست. میتونی از هوش مصنوعی بخوای که این عنوان تو به عنوان یک مقاله مثلا مروری برات پیشنهاد بده چجوری بنویسیش. عنوان تو برات درست میکنه. گاهی وقتا ما فرصت نوشتن یک متن رو نداریم و نمیتونیم از یه جایی کپی کنیم. اگه همون متن رو کپی کنیم میشه سرقت ادبی. اما اگه پارافریزش کنیم از سرقت ادبی میاد بیرون. پارافریز یعنی چی؟ یعنی بازنویسی کردن یه متنی به صورتی که محتوای یا مضمون اون متن حفظ بشه، فقط کلماتش عوض بشه. یا بعضی وقتا یه موضوع شما پیدا کردین خیلی طولانیه، به هوش مصنوعی میگید خلاصش کن. پس هوش مصنوعی میتونه تنظیم عنوان کنه، پارافریز کنه، خلاصه کنه. نگارش کامل مقاله در مورد مقالات مروری هست، در مورد مقالات لتر تو ادیتور هست. در واقع لتر تو ادیتور ها رو ما میتونیم بگیم یه نوع کوتاه شده مقالات مروری هست. پس اگه مقالات مروری توی ذهنتون آشنایی دارید باش، لتر تو ادیتور انگار یه نوع کوتاه شده مقاله مروری هست. سرقت ادبی رو هم میتونه براتون چک کنه. هوش مصنوعی میتونه سرقت ادبی رو چک کنه و اگر رد و پای خودش توی نوشتن مطلب باشه میتونه براتون پاکش کنه. پس این کارها رو میتونه براتون انجام بده. حالا چطور منظور اون رو به هوش مصنوعی بفهمونیم؟ برای اینکه منظور رو به هوش مصنوعی بفهمونیم باید یه سری دستورات بنویسیم که این دستورات رو اصطلاحاً بهشون میگن پرامپت. پس پرامپت چطوری نوشته میشه؟ دستور ساختار یافته‌ایه که به هوش مصنوعی داده میشه. حالا ساختار یافته‌ش رو تو ذهنتون باشه. منظور این که آقا تیکه تیکش باید مشخص باشه. اصول کلی پرامپت نویسی رو من خدمتتون میگم و بعدش انشالله وارد هوش مصنوعی میشیم و ازش شروع میکنیم کار کشیدن. معمولا توی ابتدای دستور که مینویسین اگر نقش هوش مصنوعی رو مشخص کنید، ترجمه یا اون کاری که ازش میخواین کار بهتری به شما میده. مثلا من میخوام برام ترجمه انجام بده، میام مینویسم به عنوان مثلا یک نیتیو ادیتور فلان چیزو برام ترجمه کن، به عنوان یه نیتیو مثلا پرشین، به عنوان یه نیتیو مثلا انگلیش اینو برام ترجمه کن. پس شما اگر سوال ریاضی داری میای اولش می‌نویسی به عنوان یک متخصص در زمینه ریاضی فلان مسئله رو برام حل کن. به عنوان یک پزشک مصرف داروی فلان و فلان رو مثلا به عنوان یک داروساز تداخل داروی فلان و فلان رو برام توضیح بده. این که شما اولش به عنوان یا انگلیسیش as if مثلا native editor, as a pharmacist, as a مثلا physician اولش مشخص میکنی، این باعث میشه که هوش مصنوعی جواب بهتری بهت بده. تا حد ممکن دستورات رو باید با جزئیات بنویسی. برای مثال ما تو بحث مقاله نوشتن و به ویژه تو مقالات مروری و خصوصا توی لتر تو ادیتورها باید بهش بگیم به عنوان یک محقق زمینه پزشکی مثلا یا زمینه داروسازی، زمینه فلان، یه لتر تو ادیتور برام بنویس که 6 تا پاراگراف داشته باشه. پاراگراف اولش این باشه، پاراگراف دومش این باشه، پاراگراف آخرش جمع‌بندی باشه، مثلا رفرنس جلوش باشه. با تمام جزئیات باید برای هوش مصنوعی شرح بدی تا جواب خوب بگیری. الان هوش مصنوعی هستش، منتها کسایی موفقن که بتونن خوب باش ارتباط بگیرن. حالا من یه پرامپت میدم برای پیشنهاد عنوان مقاله. اگه شما عنوان مقاله ای رو توی زمینه‌ای میخواید که هوش مصنوعی بهتون پیشنهاد بده، میان این عبارت رو تایپ میکنید: as a native English editor please مثلا purpose a title include AI and disease status. یا میتونید بیاید به جای native English editor بیاید بنویسید as a medical researcher, as a مثلا cardiologist, as a فلان. بستگی به موضوعتون داره. اگر این قسمت اول رو دقیق تر بنویسید قطعاً هوش مصنوعی هم جواب خوبی به شما میده. برای ادیت کردن عنوان مقاله میام مینویسم as a native English editor please revise. حالا
title of following manuscript توی این دوتا کوتیشن در واقع شما میاید و عنوان مقالتون رو میذارین، براتون اصلاح میکنه نیتیو. حتی برای نیتیو کردن مقالات دانشجوها من عرض میکنم که نیاز نیست شما برید هزینه گزاف بدید. شما این رو تایپ کنید، همین عبارت رو فقط به جای تایتل آف فلان بنویسید please revise English language of following sentences، پاراگراف بهش بدین، براتون نیتیو میکنه. دیگر هم نیاز نیست که هزینه‌های گزاف بدید. خب توی تنظیم عنوان ابزارهای هوش مصنوعی زیادی هستن. حالا تو تنظیم عنوان شما میتونید از چت جی پی تی استفاده کنید. ابزاری که من خودم بهش شخصه بیشتر استفاده میکنم چت جی پی تی هست و به شما هم اینجا یاد میدم. منتها چت جی پی تی که بدون فیلتر هست و به راحتی توی کلاس‌های دانشگاه میتونیم باز کنیم، سر کلاس و دانشجوها آموزش بدیم و کارهایی هم که انجام میدیم کاملا کارهایی هست که فیلتر نشده و به راحتی هر جای دیگه میتونید حتی با تلفن همراه باش کار کنید. پس این چیزی که من در واقع خیلی تجربه خوبی ازش دارم به شما معرفی میکنم چت جی پی تی هست از نوع بدون فیلترش که با آدرس gptgo.ai هست که حالا به صورت کلی که مطرح کردم برمیگردم داخلش و جزئیاتشو میگم. پس یه راه اینه که آقا شما بیایید تو چت جی پی تی بگین عنوان برام درست کن. راه دیگه‌اش اینه که آقا برید توی گوگل اسکالر. گوگل اسکالر خودش یه ابزار هوش مصنوعیه. برید داخل گوگل اسکالر و سرچ کنید اون موضوع رو، ببینید مقالاتی که براتون میاره عنوانشون چیه، از عنوان اونا تقلید کنید. و یه ابزار دیگه هم هست اپایپی در واقع یه ابزاریه که میتونه برات تایتل جنریت کنه، میتونه برات عنوان تولید کنه. از این هم میتونید با این لینکی که اینجا قرار دادم استفاده کنید. منتها ما توی کارگاه لتر تو ادیتور حول این اولیه میچرخیم چون واقعا امتحانشو پس داده. خب در مورد عنوان باید دقت کنید که عنوانتون همسو با اون هدفتون باشه. در واقع میخواید راجع به مثلا ویژگی های یک روش توی جراحی های قلبی بگید، عنوانتون هم باید همین باشه. عنوانتون باید همسو با اون مطالبتون باشه. نمیشه که عنوان چیز دیگه بگه. عنوانتون کوتاه باشه. عنوانایی که در این حال کوتاه هستن، واضح هستن و مختصرن. منظور از کوتاه این نیست که شما عنوان رو ناقصش کنید اصلا کسی بخونه دوچار ابهام بشه. خیر، منظور این که کلمات اضافه‌ای نداشته باشه و کلمات قلمبه سلمبه نداشته باشه. عنوان شامل اختصارات نباشه بهتر هست. کلمات گیج کننده نداشته باشه. معمولا اگر خودتون کاملش بنویسید بهتره. مثلا دیدم عنوانایی می‌نویسن آخرش می‌نویسن MS، منظورشون بیماری MS هست، ولی همه که اینو نمیدونن. باید شما کاملا مالتیپل اسکلروسیس رو بنویسید. ابهام نباید داشته باشه. عنوانتون باید جذاب باشه، یعنی خودتون رو بذارید جای اون مجله، جای اون کسایی که میخوان این مقاله رو بخونن. موضوعی رو بنویسید که جذابیت داشته باشه و دوست داشته باشن مقاله شما رو بخونن، ببینن چی نوشتید. پس حتما خودتون رو جای افرادی که این مقاله رو میخونن بذارید. این باعث میشه که بهتر بنویسید. ترجیحاً اسم وسیله یا ابزار رو تو عنوان نیارید. مثلا اگه دارید به یک روش جراحی اشاره میکنید نیاز نیست بیاید اسم ابزارش رو بیارید، مگه اینکه واقعا فهم کنید اسم اون ابزاره هم باعث میشه کار تقویت بشه بیاد. عنوانتون به صورت سوالی نباشه. این که میگم ایناش در واقع حکم نیست که حتما اینجوری نباشه. ترجیحاً اولش گذاشتم، یعنی اگه نباشه بهتر. گاهی وقتا یه عنوانی فقط شکل سوالیش خوبه، اون دیگه نمیشه کارش کرد. و اگر عنوانتون زمان یا مکانی هست حتما زمان مکان داخلش باشه که حالا توی لترها معمولا این ویژگی‌هایی که عرض کردم برای عنوان کل مقالات هست. توی لترها معمولا اگر زمان مکانی هم دارید میگید و باید حتما اشاره کنید. یه دو مورد از مثال ها رو ببینید. عرض کردم اینا کلی هست، حالا عنوان لتر نیست ولی کلیه. مثلا اینجا MS رو توی عنوان گذاشته که عنوان صحیح ترش مالتیپل اسکلروسیس رو در عنوان میاره. عنوانایی که خیلی بلند هستن معمولا طرفداری ندارن. عنوانای خیلی کوتاه هم که باز همینطور، یعنی عنوانه باید یه چیزی باشه که در واقع اگه میتونید چند تا کلمه رو تجمیع کنین به جاشون یک کلمه دیگه بنویسید اون رو بنویسید. مثلا نگاه کنید اینجا عنوان طولانی بوده، اثرات تغذیه نامناسب، فرهنگ فلان، استفاده از فلان، همش رفته تو عوامل فرهنگی. پس اگه میتونید با آوردن یکی دو تا
واژه چند تا واژه رو تو دل خودش پوشش بده این کارو بکنید. عنواناتون معمولا طولانی نباشه، عنوان طولانی ها خیلی جذاب نیست. کلماتی که هیچ کمکی توی فهم ندارن نیارین. یعنی شما معمولا، من سر کلاس‌های روش دقیقاً به دانشجوها عرض می‌کنم، شما توی عنوانتون چیزهایی که اضافه هست رو از روش تک حذفی استفاده کنید. یعنی برش دارید ببینید که بدون اینم معنی خوبه، پس در واقع میشه حذفش کرد. یعنی در واقع یکی یکی هر کلمه رو حذف کنید، ببینید اگه به معنی آسیبی نمیزنه یعنی که حضور ایشون واجب نیست. خب آیا توی پرامپا میشه فارسی هم نوشت؟ بله، توی ابزار هوش مصنوعی شما میتونید فارسی هم بنویسید. بگید آقا به عنوان یک پژوهشگر حرفه‌ای عنوان زیر رو برای مقاله اصلاح کن. عنوانت هم پایین نوشتی برات اصلاح میکنه یا عنوان ترتمیز خوب بهت میده. شما نوشته بودی شیوع پوسیدگی دندان در کودکان، ایشون اومده بررسی گذاشته اولش و سال رو اضافه کرده، همه چیز رو نوشته. باز هم من رفرنسی که قرار دادم همین gptgo.ai هست، ابزاری که از چت جی پی تی استفاده میکنه و رایگان هست. عنوانایی که در واقع نوآوری داشته باشه، یه چیزی که در واقع جالب باشه بیارید، یه چیزی که مشتری پسند باشه. مشتریای مقالات پژوهشگران هستن، باید فکر کنید یه موضوعی که خیلی جذاب و خوب هست بیارید و موضوعاتی که جدید چالشیه توی رشته‌تون. حالا رشته‌هاتون رو من نپرسیدم، اگه رشته‌هاتم انشالله بعد از این مطلب میپرسم بگید، من بهتر میتونم مثال‌های دقیق‌تری بهتون بگم. خب بیایم سراغ پرامپت برای نگارش لتر تو ادیتورها. ببینید شما این پرامپتی که من الان قرار میدم، اگه همین رو براتون کپی کنم توی این پرامپت با جزئیات نوشته شده. بله 700 کلمه تو 4 پاراگراف 3 صفحه و حد اکثر 10 تا منبع. این مدل مقاله نامه به سردبیر مگه با مروری تفاوت نداره؟ با مروری خیلی تفاوتی نداره، یه جورایی مثل نریتیو ریویو هست ولی خیلی کوتاه هست. مثل مروری سیستماتیک اونجوری نیست، نه تفاوت با سیستماتیکا تفاوت داره، ولی منظور این که یک نوع مروری کوتاه شده است. از چه هوش مصنوعی استفاده کنیم بهتون میگم. این مقالات بخش یافته آماری نداره، نه اینا مقالات لتر تو ادیتور است. معمولا یه موضوع رو میای توی یک مبحثی رو باز میکنی، جمع‌بندیش میکنی، نکته چیزی اگه هست میتونی توش اضافه کنی. پرامپت فارسی بدیم جواب متفاوتی از پرامپت انگلیسی میگیریم. پرامپت فارسی با انگلیسی جواب متفاوت میدن، آره جوابشون دقیقاً یکی نمیگیشه. پاور در اختیار میذارید، فیلم ضبط شده کارگاه رو میفرستیم. خب من یه پرامپت رو براتون کپی میکنم. این پرامپت حالا با جزئیاتش اینجا ببینیم چی هست. ببین اولش اومده نقش هوش مصنوعی رو مشخص کرده، گفته از ان اکادمیک اسپیشالیست اند ریسرچر، به عنوان یک متخصص اکادمیک و به عنوان یک پژوهشگر please write a letter to editor with title of artificial intelligence and disease recognition which include، ببین خودش گفته اینا رو شامل باشه فلان فلان. حالا جور دیگه هم میشه ساده ترش هم نوشت، بله ساده ترش هم میشه نوشت. خب حالا بیایم بریم داخل هوش مصنوعی، ابزارش رو بهتون معرفی کنم چطور پرامپت خوب انگلیسی پیدا کنید. توی گوگل سرچ کنید پرامپت انگلیسی پیدا میکنید، خیلی راحت پرامپت هایی که استفاده کردن و لزوما پرامپت قلم به سلمبه خوب نیست. الان من بهتون نشون میدم پرامپتی که خیلی خلاصه و خوب باشه که بفهمه نرم افزار بدون شما چی میگید، قطعا جواب بهتری میده. خب حالا اگر لپتاپ جلوتون بازه، همراه من این آدرسی که براتون مینویسم، این آدرس رو باز کنید تا با هم بریم و یه مقاله با هم سر این کلاس با هم بنویسیم. خب حالا قبل از اون که بریم، میشه رشته‌هاتون رو اینجا بنویسید که من مثال هایی که میزنم و بهتر براتون بزنم. رشته‌تون رو بنویسید برام. روانشناسی، خب مدیریت، بهداشت محیط، خب تغذیه، آموزش بهداشت، روانشناسی کودک، آمار زیستی، پرستاری، آمار زیستی،
آموزش بهداشت، پزشکی مولکولی، کامپیوتر، آموزش بهداشت، بیولوژی تولید مثل، آمار زیستی، آموزش بهداشت. خب بسیار خب، من حدوداً رشته ها رو به خاطر سپردم. سالمندشناسی هم داریم. بسیار خوب، مثلا در مورد سالمندشناسی که الان دوستمون گفت، مثلا شما میتونید بگی آقا سالمندشناسی توی سالهای آینده چه شکلی خواهد بود؟ با وجود مثلا ابزارهای هوش مصنوعی چه کمکی میشه به سالمندان داد که سالمندان بتونن زندگی بهتری داشته باشن؟ در قالب 3 صفحه بیای بنویسی. یا تغذیه که دوستمون نوشتن، شما بیا بگو آقا از روش‌های ابزارهای هوش مصنوعی میشه چه کمکی در ارائه رژیم‌های مثلا خوب داشت؟ چطوری میشه افراد رو کامل پایش کرد از طریق ابزارهای هوش مصنوعی که رژیم رو رعایت کنن یا نه؟ چطوری میشه الگوی غذایی افراد رو در واقع با هوش مصنوعی کمک گرفت و الگوها رو درستش کرد؟ یعنی در واقع نقش هوش مصنوعی میتونی بیای توی تغذیه رژیم درمانی بگی. یا مثلا مامایی میتونی بگی آقا از من همش دارم با هوش مصنوعی میگم، شما میتونید 1000 تا چیز دیگه بگی. مثلا شما میتونی بگی آقا نقش هوش مصنوعی چه کمکی به ماماها میتونه بکنه؟ بیا در قالب 3 صفحه بنویسی. و اینو از چت جی پی تی الان میپرسیم، ما اینو همینجا سر کلاس الان کاملش میکنید. تک تک رشته هاتون رو، یعنی ساده ترین چیزی که الان میتونم بگم همتون میتونید بزنید اینه که بگید آقا هوش مصنوعی توی رشته ما چه کمکی میتونه؟ توی ویروس شناسی هوش مصنوعی چه کمکی میتونه بکنه؟ اینو از هوش مصنوعی بپرسیم، ببینیم که هوش مصنوعی میتونه تو رشته‌های ما چه کار کنه. حالا بعد دیگه میتونید بیاید موضوعات خیلی تخصصی تر توی رشته‌تون ازش بپرسید. بگید آقا مثلا نمیدونم، مثلا روش‌های مثلا داروهای مثلا رادیو مثلا ایزوتوپ ها چه کمکی میکنن، مثلا فلان روش ها چه کمکی میکنن. روش هایی که یا مثلا انواع روش های باروری رو میتونی ازش بپرسی، بگی مزایا معایبش رو برام خلاصه کن، بیا یه لترش کنی. دیگه مثلا رشته هاتون رو ببینم دیگه چیا بودن. مثلا توی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ما چطوری میتونیم از در واقع توانی کامل جامعه کمک بگیریم؟ همراهی جامعه رو چطوری میتونیم داشته باشیم توی زمینه؟ یا روش‌های نوین آموزش بهداشت و ارتقای سلامت چیه؟ کدوم روش‌ها موفق تره؟ میتونیم یه لتر در موردش تهیه کنیم، در مورد انواع روش‌هایی که میتونن تو سطح جامعه موفقیت آمیز باشن. یا تو بحث آمار زیستی شما میتونید بپرسید، بگی آقا انواع مدل‌های رگرسیونی که با پاسخ‌های مثلا متغیر پیوسته کار میکنن چی ان؟ مزایا معایبشو برام بنویس، تفاوتاشو برام بنویس. دیگه مثلا توی رشته بیولوژی تولید مثل میتونی بگی آقا روش‌های هوشمند، روش‌های نوین در بیولوژی تولید مثل چیه؟ اونا رو بیا برام خلاصه کن. یه لتر خلاصه بهت میده. پس امیدوارم این سررشته دستتون بیاد. میتونید توی هر رشته‌ای که هستید بیاید و بگید که حالا روش‌های جدید چیه، فلان روش با فلان روش مقایسه کن. توی کامپیوتر میتونی بگی که آقا مثلا انقلابی که هوش مصنوعی داشته تو کامپیوتر و توی علم کامپیوتر در واقع در آینده حوزش تا کجا خواهد بود و زندگی انسان‌ها به خطر میفته یا نه؟ آیا از هوش مصنوعی باید ترسید یا نه؟ یعنی کلی موضوع میتونید تولید کنید. اگه همین الان موضوعی به ذهنتون میرسه پایین بنویسید که دوستان دیگه هم که دارن بررسی میکنن اونا هم تو ذهنشون این موضوع شکل بگیره. من سعی میکنم یه 2-3 دقیقه دیرتر وارد اون سایت بشم، شما تو این 2-3 دقیقه موضوعتون رو تایپ کنید. این باعث میشه که از همدیگه ایده بگیرید. من خواهش میکنم موضوعی که همین الان به ذهنتون رسیده رو تایپ کنید همین پایین. بچهای دیگه که پیام ها رو میبینن در واقع اونا هم ذهنشون شروع میکنه تولید کردن موضوع. پس تو هر رشته‌ای که هستین موضوعی که الان به ذهنتون میرسه رو بنویسید. توی آموزش بهداشت میگه آقا مثلا نقش هوش مصنوعی در آموزش بهداشت چیه؟ خب عنوان لتر اگه بخوایم دقیق بنویسیم، عنوان لترتون باید کلی باشه و مثلا نقش هوش مصنوعی در بیولوژی تولید مثل، پزشکی بازسازی. خب آفرین، الان موضوع خیلی خوب داره میاد. در خصوصشو برمیداری میگی آقا نقش رسانه‌های دیجیتال در آموزش بهداشت. پس در خصوص استفاده ازشو برمیداری. کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص اختلالات. آفرین، ببین خوبه، همینجوری بریم. حالا یه نکته دیگه هم داره بهتون میگم چیکار کنید که این مقاله اکسپت بشه.
بله میشه قبل از مقاله میشه لترشو نوشت. روانپزشکی کودکان میتونید بگید که آقا توی روانپزشکی کودکان من هوش مصنوعی توی روانپزشکی کودکان میتونه چه کار کنه. نقش هوش مصنوعی در مدیریت نخالهای ساختمانی. آفرین. ببین میخوام از این ایده هایی که میاد شما هم ایده رو ببری تو رشته خودت. نقش هوش مصنوعی در مثلا اون دوستی که رشتهشون نوشتن در روانپزشکی کودکان، چطور میشه با کودکان، با هر کودکی مطابق مود خودش رفتار کرد. این یه هوش مصنوعی میخواد. دقت کنید که موضوعتون جذاب باشه. خطاهای رایج در تشخیص کمبود مواد غذایی. باریکلا. واکسیناسیون و ایجاد نگرش مثبت. آفرین. در تشخیص اختلالات بیش‌فعالی کمتر. چی در تشخیص؟ هوش مصنوعی. استفاده از هوش مصنوعی، پوشاندنی ها برای کنترل بیماری ها. خیلی عالی. باریکلا. همین باید تولید بشه. یعنی دوستان دیگه هم که الان دارن موضوع رو پیگیری میکنن، نفر یه موضوع بنویسید، چون ذهن شما الان تو اون مداره قرار میگیره، هی عنوان تولید میکنه. حالا من در ادامه عنوانای شما رو چکشکاری میکنم، میگم که چجوری بنویسید که پذیرش بشه. این عنوانا خامن هنوز. استفاده از هوش مصنوعی، پوشاندنی ها برای کنترل بیماری. دیگه چی؟ بچهای دیگه هم لطفا همکاری کنید بنویسید، چون این باعث میشه که خودتون ذهنتون هی تولید کنه. خب نقش هوش مصنوعی در مدیریت پسمان، نقش هوش مصنوعی در مشارکت افراد پردیابتی در خود. احسنت، خیلی خوبه، عالی. نقش هوش مصنوعی در ارتقای زندگی. ببین الان یکی از نکاتی که می‌خواستم بگم، این جناب احدی خیلی خوب رعایت کرد. ببینید علاوه بر این که عنوانتون رو می‌نویسین، یه 2 نقطه بذارین، بعدش یه عبارت خوب بنویسین. من مثلا اومده نوشته نقش هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت زندگی، فرصتی برای تحول مراقبت‌های سالمندی. این همین که بعد از 2 نقطه همچین عبارتی رو می‌نویسید، این خودش باعث میشه که مقاله شما پذیرشش سریع‌تر بشه و برای خواننده جذاب باشه. پس توی عنواناتون، اگر تو همه عنوانا نمیشه، اگه عنوانی دارید که میشه داخلش یه 2 نقطه گذاشت، مثلا بنویسید انقلابی در زمینه مثلا پزشکی مثلا، یا بنویسید که موضوع مهم و کمتر مورد توجه قرار گرفته، یه چیزی بنویسید یه 2 نقطه مانند. ببینید نوشته نوآوری ها و خلاقیت. عالی. پس شما اگر تو عنواناتون 2 نقطه و بعدش یه عبارت داشته باشین، نقش هوش مصنوعی در لوجستیک معکوس. خب این که نوشته بعد از در 2 نقطه گذاشته، این مدلی نه، اینو باید اصلاح کنی خانم. باید بنویسید نقش هوش مصنوعی در لوجستیک معکوس، بعد از 2 نقطه بیای حالا یه عبارتی بگی. پس اینو باید اصلاح کنی. این الان اینجوری ناقصه، یه چیزش کمه. یا بعد از در یه چیز بذارین، این حالتی ناقصه. نقش هوش مصنوعی در مدیریت آلودگی آب. احسن. پس تو این شما میتونید هر کدوم از اینها رو در واقع بیارید. اگه یه 2 نقطه بذارید قبلش، نقش ازوزنون در پزشکی باستاد، آینده امیدوار کننده در درمان بیماری های تولید مثل. خب آینده امیدوار کننده در درمان بیماری های تولید مثل، اینو میتونی یکم کوتاه ترش کنی؟ مثلا آینده روشن در درمان امیدوار کننده رو کلا یک کلمش کن، بازم کوتاه ترش کنی. ببینید خطاهای رایج تشخیص کمبود 2 نقطه، پایانی برای دریافت. حالا بعد از 2 نقطه بچه‌ها عبارتتون هر چی کوچولوتر و حاوی استعاره‌های ادبی باشه قشنگ‌تره. مثلا نکنید مثلا یکی میاد مینویسه 2 نقطه رو میذاره، بعد میاد مینویسه شمشیر دولبه. مثلا یه عنوان بهتون بگم، مینویسن استفاده از الکل در درمان کرونا 2 نقطه شمشیری دولبه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. پس شما این استعاره ادبی هم میتونید داشته باشید. اگه این جور چیزا بیارید خیلی خیلی سریع اکسپت میشه. نقش هوش مصنوعی در لوجستیک صنعت، در لوجستیک معکوس در صنعت نساجی. خب نقش هوش مصنوعی در لوجستیک معکوس در صنعت نساجی. پس این درشو دیگه بردار. 2 نقطه صنعت، مثلا بنویس تحولی در صنعت نساجی، بعد از 2 نقطه بنویس انقلابی در صنعت نساجی یا تحولی در صنعت نساجی. اینجوری عموما قشنگ‌تر میشه. نقش هوش مصنوعی در مدیریت بازیافت و استفاده مجدد. نقش هوش مصنوعی در مدیریت نخالات ساختمانی. اینجا به جای بازیافت و استفاده مجدد بنویسید طبیعت زیباتر. یه چیزی مثلا میخوام بگم یه خال ادبی، یه خورده استعاره ادبی تر استفاده کنید. این خیلی ساده است، یعنی درست
خود مطلب رو گفتید، یکم استعاره ادبی قاطیش کنید، سریع اکسپت میشه. رسانه‌های اجتماعی سلامت کودکان، این که دارم بهتون میگم این من خودم چون ادیتور مجله آیسای ایمپکت سئو خورده هستم، جزئیات اینا رو میدونم که چی بنویسین که اکسپت بشه. پس این چیزایی که بهتون میگم خدای نکرده نمیخوام وقت شما رو بگیرم و اینا خود لب مطلب، یعنی شما باید استعاره ادبی این ورش بندازی که پذیرش. روی کردی نوین در درمان سل، 2 نقطه مداخلات آموزشی خانواده محور. اینو باید جابجاش کنی، باید بنویسی مداخلات آموزشی خانواده محور 2 نقطه روی کردی نوین در درمان سل، این جابجاش کنید. استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل بیماری ها، تحولی در پیشگیری. در پیشگیری چی؟ پیشگیری ها نوشتید. پیشگیری چی؟ اگر پیشگیری خاصی مد نظر اون، اگر نه در پیشگیری بیماری ها، در پیشگیری یه چیزی خوبه. یا تحولی در پیشگیری، تحولی در پیشگیری و درمان مثلا. یه چیز اضافه کنید که حالا میخوام برم چند تا عنوان نشونتون بدم، بعدش دیگه میرم مستقیما وارد هوش مصنوعی میشیم و مقالات رو با هم مینویسیم. پس تا اینجا الان دیگه باید ذهنتون فعال شده باشه، موضوع تولید کرده باشه. یعنی هر کدوم از شما من انتظار دارم که الان یه دونه موضوع رو تو ذهنتون باشه که رفتیم اونجا تو هوش مصنوعی بزنیم و مقاله رو بگیریم. نقش هوش مصنوعی در ارتقاء سواد مالی، فرصتی برای ایجاد رویکرد نوین در فزایش انضباط مالی سازمان. خب یه خورده این بعد از 2 نقطه‌تون طولانیه، یعنی اگه اینو بیا بنویسی که آقا کلا بنویسیش که آقا انضباط مالی سازمانی 2 نقطه، بعد از 2 نقطه فقط بنویسی انضباط مالی سازمانی، دیگه رویکرد نوین این چیزاشو خلاصه تر کن. یعنی بعد از 2 نقطه خلاصه. نقش اگزوزوم در افزایش نرخ لقاح درون آزمایشگاه 2 نقطه، فرصتی جدید در چی؟ در تولید مثل، در فلان. یه چیزی اضافه کن خانم افخمی. چالش‌های زیست محیطی هوش مصنوعی 2 نقطه، جدیدترین چالش‌های قرن. چالش‌های زیست محیطی هوش مصنوعی، جدیدترین چالش‌های قرن. خوبه؟ این مقالات رو میشه به همایش‌ها ارسال کرد؟ همه همایش‌ها نه. قبل از اینکه ارسال کنید بعد بپرسید ببینید که آیا مقاله کامل میخواد یا مقاله کوتاه. کوتاه هم میتونید بفرستید. اگه مقاله کوتاه قبول کردن میتونید ارسال کنید. بنابراین اینجوری نیست که اصلا نشه برای همایشی ارسال کرد. مقاله کوتاه هم میشه براشون ارسال کرد. نقش هوش مصنوعی در توجه پزشکان به بیماران پردیابتی. نقش هوش مصنوعی در توجه پزشکان به بیماران. میتونید اینجوری بنویسید نقش هوش مصنوعی در توجه پزشکان به بیماران 2 نقطه مطالعه موردی بیماران پردیابتی. یا بنویسی که هوش مصنوعی در ارتقاء توجه پزشکان به بیماران 2 نقطه بیماران پردیابتی. خوبه؟ خیلی خوب. حالا میخوام برم، یعنی میشه این مدل مقالات مروری قبول کردن. بله اینا یه جور مقاله مروری کوتاه هستن خانم، مقاله نریتیو کوتاه هستن، میشه فرستاد، مشکل نداره. باید باشون صحبت کنید بفرستید. شده فرستادن، دانشجو اکسپت هم شده و ارائهش هم دادن، مشکلی هم نیست. خب من برم سراغ چند تا مدل اینجوری ببینم، به شما نشون بدم که شما دیگه قشنگ ببینید که مقالاتی که آخرش مثلا اینجور عنوانا میخوای بنویسی چقدر سریع پذیرفته میشه. یه گوگل اسکالر رو میرم ببینید آخر مقالش مثلا نکنید، مثلا این که دابل اچ سوئرد رو با هم ببینیم. ببین نوشته توی کنسر اومده یه چیز رو گفته، بعد گفته دابل اچ سوئرد، یعنی آقا این دابل اچ سوئرد ها باید تو عنوانای اینو استفاده کنی که 2 حالت داره، خوب و بد داره. یا مثلا نوشته که آیرون اند ایمیونیتی دابل اچ سوئرد، یعنی خود ایمنی خودش شمشیر دولبه است، ممکنه بزنه کار خراب کنه. اینجا ببین سیستم ایمنی رو نوشته، بعد جلوش نوشته دابل اچ سوئرد این کنسر. اینا لترن ها، شما باید استفاده کنید از اینا تو عنواناتون بذارید، سریع اکسپت میشه. یعنی 2 نقطه یه عبارت ادبی، یه استعاره ادبی. حتما هم نباید دابل اچ سوئرد رو بنویسید. میتونید بیاید این مثلا دابل اچ سوئرد توی چیزایی که مثلا یه چیزی هم خوبه هم بده. یا مثلا میتونید 2 نقطه کیرول رو مثلا من اینجا داشتم ببینید، مثلا یه چیزی نوشته 2 نقطه نقش اساسی فلان. ببین شما میتونید بنویسید یه چیزی رو بنویسی بعد 2 نقطه بذاری نقش اساسی یه چیز دیگه. اینجوری هم میتونی بنویسی. خب یکی دیگه که تو 2 نقطه ها میشه نوشت و خیلی استفاده میشه اینه important but neglected. یه موضوع رو داری مطرح میکنی، آقا
این موضوع خیلی مهمه. این موضوع مثلا اومده این موضوع رو نوشته، بعد نوشته unimportant but neglected clinical test. شما میتونید بگی آقا unimportant but neglected issue. ببین اینجوری هم میتونی بگی. یه موضوع رو بگی بعد تو عنوانت بگی آقا این موضوع خیلی مهم بوده ولی خیلی بهش توجه نشده. اینا هم باعث میشه که مقاله شما اکسپت بشه سریع. پس اگه این اکسپت سریع میخوای، معمولا اکسپت سریع ها تو 2 هفته است بچه‌ها. تو 2 هفته شما میتونید مقاله رو پذیرش کنید اگه مواردی که میگم رو رعایت کنید. بله مقالات مرور رو قبول کردم. بله میتونید اینم بفرستید. بله. خب حالا بریم سراغ دیگه. الان ذهنتون آماده است، موضوع هم تو ذهنتون دارید. حالا برای اینکه بریم وارد هوش مصنوعی بشیم، اول تشریف بیارید توی گوگل ترنسلیت. موضوعی که تو ذهنتون همین الان برای من نوشتید اونجا، بیاید توی گوگل ترنسلیت بنویسید، قشنگ انگلیسیش کنید، بعد ببریم به هوش مصنوعی بدیم. خب موضوعتون چی بود؟ مثلا یکی از بچه‌ها، من مثلا مثال میگم، مثلا آقا مثلا نقش هوش مصنوعی در هوش مصنوعی با این سه مصنوعی در بیولوژی مثلا تولید مثال میگم. ببین اینو برام نوشته، من همینو کپی میکنم، بعد میام تو اون آدرسی که برای هوش مصنوعی که برای این کار به تو معرفی میکنه یه ورژن از چت جی پی تیه. پس می نویسید GPT go.ai. این رو میبینید، من یه خورده زوم کنم. GPT go.ai. من این رو براتون توی اسکای رومم میذارم که شما هم وارد همین بشید. بعد از اینکه ترنسلیت رو رفتید، خب استاد من تصحیح عنوان رو قطعاً دوباره می‌فرمایید. خطای رایج تشخیص کمبود مواد غذایی، پایانی بر دریافت مواد غیر ضروری مکمل‌های غذایی. خطاهای رایج در تشخیص کمبود مواد غذایی، پایانی بر دریافت غیر ضروری مکمل‌های غذایی. همین طوریش نی، به قول شیرازی با کشنی. همینو شما همینو بده، هیچ مشکلی نداره. خب حالا بیایم اینجا، بیایم داخل هوش مصنوعی. این هوش مصنوعی که اینجا براتون نوشتم gptgo.ai. وارد این gptgo.ai بشید تا بگم چی بنویسیم. خب وارد این بشید gptgo.ai. من اینجا می نویسم، وارد این صفحه میشم. این وارد که بشید اینجوری هست. خب بیاین اولش من می نویسم، گفتم اول پرامپتتون باید نقش هوش مصنوعی رو مشخص کنید. می نویسم as a medical researcher، بعد کاما please write a letter to editor article which، هر جاش هم غلط املایی داشته اشکال نه، خودش درست میکنه. which include 10 paragraph is write a letter to editor which include. دارم بهش میگم یه مقاله بنویس، یه letter to editor برام بنویس که 10 تا پاراگراف داشته باشه. چرا الان نوشتم 10 تا؟ هوش مصنوعی پاراگرافایی که شما میده کوچولو. وقتی من نوشتم 10 تا رو بعداً میگیرم ادغامشون میکنم، همون 3-4 تا پاراگراف خوب و درست درمون از توش در میارم. پس می نویسم write a letter to editor which include 10 paragraph about حالا about چی؟ اون چیزی که داده بودیم براتون ترنسلیت نوشته بود. مثلا من میخوام نقش هوش مصنوعی توی بیولوژی تولید مثل ببینم. چون این ابزار رایگان هست، وسطش تبلیغ و اینام هست دیگه، باید ایناشو تحمل کنیم، ولی دیگه فیلتر شکن و اینا نمیخواد. اگر خود چت جی پی تی رو برین همینا رو بنویسید دیگه با فیلتر شکن مشکلی نخواهید داشت. The role of artificial intelligence. این خب گفتیم 10 تا پاراگراف about در مورد این بنویس. خب ادامهش بگم and write
summary یا conclusion in last paragraph. تو آخرین پاراگراف هم برام یه جمع‌بندی کن. خیلی خوب، همینی که براش نوشتین یا این چیزی که من توی اینجا نوشتم، هر کدوم از اینا رو بدید، موضوعتون رو بدید. حتی میتونید بهش بگید آقا رفرنس برام اضافه کن، اینا رو هم میتونید بهش بگید. نکنین اینجا میتونید please add reference for each sentences هم میتونید بهش بدید، ولی رفرنس هایی که هوش مصنوعی بهتون میده خیلی معتبر نیستن، خودتون باید بعدش بیاین سرچ کنید و اضافه شون کنید. خب دکمه مثلث رو بزنید تا براتون کار انجام بده. اینجا هم یه تبلیغ براتون میاد. خب تبلیغ رو ببندید. ببین تبلیغ رو که ببندیم یه عنوان خوب لتر تو ادیتور برام من ببین خودش اومد عنوان رو بهم داد، جلو سابجکت عنوان رو بهم داده، پایینش هم اومده اون لتری که من میخواستم و نوشته، آخرش هم اومده جمع بندی کرد. ببین الان یه لتر برای من نوشته. من کافیه که این رو کپی کنم یه فایل ورد باز کنم، فایل ورد باز میکنم، تو فایل ورد کپیش میکنم. حواستون باشه این چیزی که الان بهتون داده هنوز اولی است، ما اینو باید یه دست بکشیم سر روش درستش کنیم، سرقت ادبیشو بگیریم، پارافریزش کنیم، بعد میتونیم بفرستیم برای مجله. کپی هم میکنید بهتره تو این سه حالت کپی با این A کپی کنید. چرا؟ چون پاراگرافاش مشخص باشه. اینجوری کپی کنید همش میچسبه به هم، دیگه نمیشه خوب تفکیک کرد و مطالب رو فهمید. بیاین با این A کپی کنید. خب حالا بیام بالا ببینم چی نوشته. ببین در مورد این موضوع پس این کلمه سابجکت رو از اولش پاک میکنم، لتر تو ادیتور رو هم پاک میکنم. عنوان من میشه این، بعد میام بولدش میکنم، تایم نیو رومنزم خطاتون رو بذارید، عنوان بولد. خب دیر ادیتور، خب اینجا اومده نوشته I'm writing to highlight، اینو باید ورش داریم. خب چون توی لتر تو ادیتور شما نمیتونی بگی I'm writing فلان، این جملهشو باید برداریم. خب artificial intelligence تو جمله اول اومده کامل گفته، تو جمله بعد دیگه AI استفاده کرده، پس فقط کافیه این کلمه شو من کپی کنم جای این AI بذارم تا بتونم اون جمله اولی که مرتبطه پاکش کنم. پس اینو من پاکش میکنم. artificial intelligence. خب حالا پاراگراف اولی داره artificial intelligence رو میگه، پاراگراف بعدی هم هنوز داره همین رو میگه، اینم وصلش میکنیم به قبلی. ببین تازه دو تا پاراگراف به هم وصل کردیم، یه خورده شد پاراگراف. پس ببین هوش مصنوعی باید بهش بگی تعداد پاراگراف بیشتر تولید کنه که شما جمع میکنی با هم یه سری پاراگراف خوب به دست بیاری. جاستیفایش هم کن این پاراگراف. خب هنوز داره در مورد هوش مصنوعی میگه، هنوز ببینیم وارد بحث فرتیلیتی و اینا شده، هنوز تو هم این جملهش هم مال همون قبلی. این پاراگرافی که الان تولید شد، این پاراگراف استاندارده، یعنی ما پاراگرافی که بیشتر از 6 تا خط داشته باشه، یعنی بین 7 تا 8 خط داشته باشه، این پاراگراف یه پاراگراف استاندارد میشناسیم. پاراگرافایی که 2-3 خط داشته باشه پاراگرافای یتیمن اصطلاحاً، پاراگرافایی که خوب نیستن. پاراگرافای شما پس بین 6 تا 8 خط باشه بچه‌ها. پاراگرافای خیلی طولانی هم دیگه بیشتر از 8 تا هم پاراگرافای خیلی طولانی. حالا این طوریش نیست، این پاراگراف خوبه. خب حالا میاد از اینجا میگه که آقا این هوش مصنوعی توی فیلد بیولوژی چه کارایی میتونه بکنه. اینجا داره میگه، از اینجا این در واقع پاراگراف بدنه ما شروع میشه. من میام ماراور رو هم وصل میکنم به همین، اینم میشه یه پاراگراف. in addition to فلان، اینم با بعدی هنوز دارن یه موضوع میگن، این دوتا رو هم به هم وصل میکنم. ببین این دوتا هم به هم وصل میشن، قشنگ بیاریم پشت سر هم بذارینشون. بعد به طور کلی هم یه مطلب گفته. خب پس من اینا رو هم جاستیفای میکنم، چیزایی که راجع به هوش مصنوعی میدونسته، چیزایی که در مورد کاربردش تو بیولوژی تولید مثل میدونسته به من گفته و من اینا رو فقط کافیه جاستیفای کنم، فونتاشو درست کنم، مرتب کنم. بعد یه دور میشینم مقاله رو میخونم ببینم چه چیزی از قلم افتاده مخفوله،
اون رو با سرچ کردن توی گوگل اسکالر و استفاده از مقالات دیگه اضافه میکنم بهش. خب اینم که اوورالی داره اینو میگه، عملا یه جورایی کانکلوژن رو داره میگه، میچسبونمش به این. خب پس اینم از این. الان شما نگاه کنید کلش، من یه خورده کوچیک‌ترش کنم، ببین کلش شد یه مقاله خیلی خوب شد. و حالا این آخرش که اومده نوشته سینسرلی، اینا رو باید شما پاک کنید. مدیکال ریسرچر هم پاک کنید. رفرنس هایی هم که اینجا بهتون داده رو برید چک کنید توی گوگل اسکالر، برید چک کنید همچین رفرنسی هست یا پیش خودش گفته. خیلی وقتا هوش مصنوعی یه چیزی رو میگه شما نمیتونی پیداش کنی. پس اگه رفرنس هاش بود، اینا رو فقط باید رفرنس هاش رو توی اندنوت وارد کنید و رفرنس دیتون رو با نرم افزار اندنوت انجام بدید. الان برای شما یه مقاله لتر تو ادیتور نوشته شده، فقط شما باید اینو ویرایشش کنید، یه دور بخونیدش، اگر مطلبی کم هست، چیزی کم گفته، اضافه کنید. اگه میتونید مثلا دارید عنوانی می‌نویسید که داره مقایسه میکنه، خب یه جدول بیاین بذارین، روش‌های مختلفو بذارین با هم مقایسه کنید. یعنی شما یه جدول یه نمودار هم میتونید به این اضافه کنید که ارتقاش بدید. اگر نه هیچی ندارید بهش اضافه کنید، هر چی که بوده رو گفته، حالا باید چیکار کنید؟ خب ما فرض میکنیم که شما الان اون مرحله رو انجام دادید، یعنی خوندینش، اگر نکته‌ای داشته اضافه کردید. خب حالا مرحله بعد اینه که آقا اینو ببرید پارافریزش کنید، چون هوش مصنوعی اومده این مطالبی که به شما گفته، اومده از یه جای برداشته اینا رو به شما گفته، شما باید بری پارافریزش کنی. حالا چجوری پارافریز کنیم؟ باز توی همین ابزار همه کاره چت جی پی تی شما میتونید بیاید بگید پارافریز کن. مثلا من پارافریز کردن پاراگراف هست، یعنی شما این پاراگراف های 6 7 خطی رو بهش میدید، میگید برات پارافریزش کنه. ببین من الان اینو گرفتم، یه پاراگرافشو میام اینجا و این جملاتی که نوشتم رو پاک میکنم و یه دستور جدید میخوام بنویسم. مینویسم چی؟ از native English editor please paraphrase following sentences. دو نقطه. حالا پاراگرافتون رو پیست کنید و دکمه مثلث رو بزنید. ببین صبر کنید تا تبلیغات تموم بشه. این خوب رایگانه، همه چیش خوب، تبلیغات داره، اشکالی نداره. صبر کنید تموم بشه. جوابتون اینجا داده. ببین کاملا براتون پارافریزش کرد. پس اینایی که پارافریز کردین رو دوباره کپی میکنید، جوابی که بهتون اینجا داده اینو کپی میکنید، میبرید به جای این پاراگرافی که اینجا بهت داده بود چیکار میکنی؟ پیست میکنی اینجا. خب اینم پیستش میکنی اینجا. چیزایی که اضافه افتاده رو درست کنید، چیزایی که اضافه هست رو پاک میکنید. خب اینم که قرمز کرده، ببینید مشکلش چیه؟ نه مشکلی نداره. خب برای همه پاراگراف ها باید این کار رو کنید، یعنی پارافریز انجام بدید. اگه این کار رو نکنید هوش مصنوعی بهتون ایراد میگیره. خب مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که آقا بیای چک کنی آقا این سرقت ادبی کرده یا نه. برای سرقت ادبی هم من اینجا پارافریز رو توضیح دادم. پارافریز عرض کردم یعنی یک راه قانونی برای جلوگیری از سرقت ادبیه، یعنی که با حفظ مفهوم و ایده شما جملات رو عوض کنی، کلمات رو عوض کنی، ساختار جمله رو به هم بزنی، عیناً همون نباشه. 3 تا 5 تا کلمه از جمله اصلی رو شما تو جملتون بیارید، مرتکب سرقت ادبی میشه. پس حواستون باشه اگه یه جمله رو از یه جای کپی میکنین، 3 تا 5 کلمش دقیقاً با همون ترتیب، همون شکل پشت سر هم اومده باشه تو جمله شما دچار سرقت ادبی میشید. خب اینجا ببینید این جمله رو ببینید، مفهومشون قشنگ پارافریز کرده براشون. حتی جملات فارسی هم ببینید، 2 تا جمله گذاشتم که پارافریز شده هستن، مفهومشون یکیه. مثلا اینجا گفته 20% زنان رو میکشه، اینجا گفته که از هر 5 زن ایرانی یکی رو در واقع مبتلا هستن، اونجا گفته 20% مبتلان، اینجا همون مفهوم اومده چرخونده. پس شما تو پارافریز این کارو به راحتی میتونید انجام بدید.
در مورد پارافریز هم عرض کردم که برای اینکه یه چیزی رو پارافریز کنید خود هوش مصنوعی براتون انجام میده. اگه خودتون دستی اگه بخواید انجام بدین باید این مطلب رو چند بار بخونید دیگه، بعدش بذاریدش کنار، هر چیزی که تو ذهنتون میرسه رو بنویسید، بعد چک کنید نوشتهتون با اون جمله اصلی که کپی اون نباشه. ها، برای پارافریز کردن دوستی پرسید ابزارهای هوش مصنوعی معرفی کنید. این ابزارهایی که الان کپی میکنم توی اسکایروم همشون برای هوش مصنوعی هستن که حالا من بازم تاکیدم روی چت جی پی تی هست. فعلا چت جی پی تی از بقیه اگه رفرنس پیک بود رفرنس فیک رو پاک کنید، خود اون پاراگراف رو توی گوگل اسکالر سرچ کنید ببینید به کدوم مقاله میخوره، اون مقاله رو رفرنس بهش بدید. شما اگه یه جمله از اون پاراگراف رو توی گوگل اسکالر سرچ کنید مقاله‌ای که دقیقاً مرتبط باش هست رو میاره براتون. اینا ابزارهای هوش مصنوعی هستن. اینا که اینجا قرار دادم بچه‌ها همشون ابزارهای هوش مصنوعی هستن. حالا من خودم از همین توی گوگل میام یکی از همین ابزارهایی که اینجا به شما معرفی کردم و توی گوگل بازش میکنم. حالا ببینم مثلا این کلی ابزار هست، مثلا پلیجریسم ای آی هست، پلیجریسم دیتکتور هست. مثلا نکن من اینو مثلا دیتکتورش رو بگیرم کپی میکنم، کپی نشد، خب کپیش میکنم کامل. خب اینجا برام بازش میکنه. ببین هر کدوم از این ابزارها که شما بخوای استفاده کنید روی این لینک هایی که براتون قرار دادم کلیک کنید. حالا متنتون رو اینجا پیست میکنید. نمیدونم متن نیستش دیگه، متن رو یه بار دیگه، متنی که براتون پارافریز کرده این متن رو من میام پیستش میکنم. ببینم چون هوش مصنوعی معمولا جوابهای سوالایی که ازش میپرسین از روی منابع موجود برمیداره، بنابراین احتمال سرقت ادبیش خیلی زیاد، حتما پارافریز باید بشه. خب اینو من انجامش دادم، میام پایین اینم میذارم که ربات نیستم، اینم مینویسم detect AI content ببینم چی بهم میگه. اگه اینجا بچه‌ها علیرغم پارافریز کردن بازم نوشت که آقا هوش مصنوعی، ببین الان نوشته که این نوشت 0% هوش مصنوعی 100% هیومن رایت نوشت. اگر علیرغم پارافریز کردن ها باز هم دیدید که براتون می نویسه که سرقت ادبی هست، کاری که باید بکنید اینه که کلا بیاین متن رو ترجمه کنید به فارسی، یه بار دیگه فارسیشو خودتون کامل بنویسید، ترجمهش کنید به انگلیسی، حالا بدینش. پس اینم یه راه دیگه که رد و پای هوش مصنوعی پاک بشه. خب اینجا گفته که آقا این مشکلی نداره. پلیجریسم این که الان انجام داد این در واقع ای آی دیتکتورش بود، یعنی گفت آقا هوش مصنوعی رو نوشته یا نه. پلیجریسمش هم لازم بزنیم. همینجا پلیجریسمش هم برای شما چک میکنه که اگر سرقت ادبی داشته باشه به شما میده. پلیجریسم چکر رو زدیم. چک پلیجریسم رو دکمه‌شو بزنید ببینیم که چی میده به ما. یه سرچ میکنه به ما میگه که آقا اگر سرقت ادبی وجود داشته به اون نشون میده. خب یه خورده داره کند میره. شما میتونید ابزارهای دیگه که اونجا قرار دادم 6 7 ابزاره یکیشو استفاده کنید در واقع کارتون راه بندازه. خب نتیجه سرقت ادبیشو کجا نشون میده؟ 100% کامل، 0% پلیجریسم. پس ببین سرقت ادبیش هم هیچ مشکلی نداشت. همین کاری که من کردم شما اگه روی لتراتون انجام بدید اوکی هست. حالا برای اینکه لترتون بیاد از سطح مجلات علمی پژوهشی و معمولی انگلیسی بپره تو ISI اسکوپس چیکار کنیم؟ اگه میتونید شکل بذارید توی لترتون یه دونه شکل بیارید. اگه میتونید جدول اضافه کنید یه دونه جدول مثلا روش‌های مختلف رو بیارید مقایسه کنید. اگه میتونید نموداری بیارید یه دونه نمودار بیارید. پس اگه شما هر کدوم از اینا رو اضافه کنید سطح مقالتون ارتقا پیدا میکنه. حتی اگر توی پاراگراف‌های میانی بولت گذاری کنید، یعنی شما یه سری نکات رو بیاین 1 2 3 4 5 6 کنید و بنویسین، بولت رو از اینجا میذاریم. ببین بولت گذاری کنید. مثلا شما اومدین نکات رو گفتین این یه نکته است، این یه نکته است، این یکی یه نکته دیگه است. تو پاراگراف‌های وسطی اگه داری مزایا معایب یه چیزی رو میگی بولت گذاری کنی این شکلی بنویسی، هنوز بهتر مورد پذیرش قرار میگیره. پس اینم نکته بعدی که شما باید برای لتراتون انجام بدید.
من سعی کردم همه نکاتی که توی این زمینه بود رو بهتون بگم. اگر مطلبی از قلم افتاده بگین که من بهتون بگم. سعی کردم همشو خدمتتون بگم. حالا لترایی که آماده کردین رو کجا میفرستین؟ به این آدرس ایمیلی که پایین مینویسم statlearningeasy@gmail.com. من لتراتون تک تک میخونم، بازخورد میدم، میگم اینجاشو فلان اضافه کن، اینجاشو فلان اضافه کن، تا بتونی یه لتر درجه یکی خوب توی مجلات اسکوپس، پابمد و ISI چاپ کنی. پس من اینجا هستم که کمکت کنم. مشکلی نیست، هیچ اشکالی نداره. شما تا هر موقع که اینو ارسال کردید گواهی های این دوره رو دریافت میکنید و انشالله مقالتون هم بفرستید، من ویرایشش میکنم، کاراش انجام میدیم و مقاله چاپ میشه. اگر هم همین مرحله قطعش کنید خب بازم مشکلی نیست، شما خودتون چیزی آیدتون نخواهد شد. پس انشالله کار رو انجام بدید، مقاله رو به خوبی بنویسید، بفرستید، من بازخورد بدم، ویرایشش کنید، درستش کنیم و بتونید یک مقاله خوبی در واقع داشته باشید. برای دوستانی که رزومه خوبی ندارن این میتونه یه شروع خوب باشه و میتونن با نوشتن مقالات کمک کنن. من شماره تماسم براتون مینویسم بچه‌ها. اینجا هم کانال‌های آموزشی مونه که من همه اطلاعات رو توی این کانال‌ها قرار میدم. کانال‌های ارتباطی ما، کانال تلگرام هست و ایتا، توی واتساپ هم هست. شماره من هم اگر مستقیما با من سوالی داشتید میتونید به این شماره موبایل پیام بدید و سوالتون رو من جواب میدم، یا توی شبکه اجتماعی ایتا واتساپ من پیام بذارید، من سر فرصت پاسخ میدم. بعد یه چند تا مطلب دیگه هم اضافه بود. اگه خواستین مثلا مجله پیدا کنید که برای کجا مقالتون رو بفرستین، میتونید هر کدوم از این لینک هایی که براتون کپی میکنم و در واقع برای یافتن مجله میتونه کمکتون کنه. جورنال فایندر ها هستن، اینا رو هم براتون قرار میدم. اینا رو توی گوگل اگه بنویسید جورنال فایندر، مثل چیزی که من الان مینویسم، به این کلی براتون لینک میاد که شما معرفی میکنه. ولی بهترین جورنال فایندرها اونایی هستن که عنوان مقاله و چکیده‌شو میخوان یا یه بخشی از مطلب رو میخوان از شما، بعد مقالات مجله مرتبط به شما بگید مثل اینجا نکن، کیوردها رو میخواد، عنوان رو میخواد، اینجا اگه یه چیزی بهش بدی مجلات مرتبط رو به شما معرفی میکنه. مثلا نگاه کن کنسر، من مثلا میزنم میاد و شروع میکنه مجلاتی که تو این زمینه هستن ببین معرفی میکنه و میگه این مجلات چند روزه جواب میدن، پولی هستن یا نه، جزئیاتشون رو میگه. پس جورنال فایندرها یه راهی هست که شما بتونید در واقع بعد از نوشتن لترها مجله مناسب رو پیدا کنید. در مورد پاک کردن رد و پای هوش مصنوعی هم خب من یکیشو نشونتون دادم، اینا ابزارهای دیگه هست. اگه تایپ کنید Humanize AI Content رو توی گوگل تایپ کنید، عملا همه ابزارها میاد برای شما دیگه. این ابزارهایی که من اینجا قرار دادم همشون براتون میاد. ببینید من توی گوگل سرچ میکنم Humanize AI Content، ببین کلی ابزار میاد که اینا کارشون چیه؟ میان نوشته‌ای که مال هوش مصنوعی هست، هوش مصنوعی با یه زبان کتابی و خشک صحبت میکنه، اینا میان به زبان انسان تبدیلش میکنن. بنابراین اینها تو مرحله آخر نگارش مقالاتون باید این کار رو براشون انجام بدیم که حالا سرقت ادبی هم خدمتتون عرض کردم. در مورد خلاصه کردن ابزار، اگه یه وقت خلاصه لازم داشتین یه چیزی رو خلاصه کنید، دو تا ابزار خوب هست، یکی resumer.com هست، یکی هم همین gptgo.ai راحت براتون خلاصه میکنه. فقط کافیه که تو پرامپتتون بنویسید please summarize following sentence، جمله رو بهش بدین خودش براتون خلاصه سازی رو انجام میده. خب یه سری ابزار هم هست بچه‌ها، الگوی مجلات رو درست میکنن که اینم باز artificial intelligence template رو اگه بزنید براتون میاره که اینم برای مقالات بزرگتره. حالا برای لترها خیلی ساختار اونجوری نیاز نیست که شما به زحمت بیافتید. پس خیلی ممنونم از توجهتون. این هم کانال‌های ارتباطی هست، توی کانال‌ها باشید، از جریان کارگاه ها مطلع میشید و انشالله ویدیوی کارگاه رو هم لینکش رو تو همین کانال‌ها قرار میدم. خیلی خیلی ممنونم از توجهتون. اگه تو پایان کارگاه سوالی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم. فایل رو میذارم، خیالتون راحت باشه، حتما فایل رو براتون قرار میدم. خیلی ممنونم. پس من ریکوردر رو خاموش میکنم با اجازهتون و تا اینجا 1.5 ساعت کارگاه ریکورد شد. خیلی هم عالی.